سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا هستین. با پادکست ششم در خدمتتون هستم به نام هر کسی خایه‌شو نداره. خب من اینو میخوام بگم که آقا کمتر کسی پیدا میشه که خایه‌شو داشته باشه. ولی یه جمله میخوام قبلش بگم. جمله قبلش اینه که همه میدونن داستان چیه، همه میدونن راه چیه، از چه راهی باید برن، باید استعفا بدن، باید عرض کنم که کار کارمندی رو قبول نکنن، کار روتین رو قبول نکنن و برای خودشون کار، همه اینا رو میدونن ولی کسی خایه‌شو نداره انجام بده. میدونی؟ چون کلا بدن انسان اونجوری که من فهمیدم، حالا من دارم به هر حال توی جسمی زندگی میکنم دیگه، خود من داره تو این جسمه داره زندگی میکنه، گوشت و پوست و استخون و ریش و پشم و اینا. اینو فهمیدم که بدن انسان مقاومت میکنه، میخواد راحت باشه. ببین نفس میکشه که اکسیژن رو برسونه تو زنده بمونی و نگاه میکنه که آقا ذهن انسان اینجوریه ها، نگاه میکنه که آقا هدلایت نزن، من خودم هدلایت دارم، اونجوری دون 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 میزنی بیای جلوی من پوت 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 پارت میکنم. بدن انسان وقتی که تو شرایط سخت قرار میگیره خیلی تو رو پشیمون میکنه برای اینکه دفعه بعد دوباره اون کار رو انجام بدی. میخواد برای بقا داره تلاش میکنه دی. تو اگه اینو بدونی، اینو بفهمی، باهاش مقابله میکنی آقا. چون من میخوام موفق شم آقا، من فرق دارم، من نمیتونم این مدل زندگی کنم، من بدم میاد از زندگی روتین، من میخوام چالش داشته باشم، من میخوام اذیت شم. حالا اذیت از نظر ممکنه یه سریا اذیت باشه ولی همون اذیت هم لذت داره. میدونی خیلی‌ها میگن آقا من این کارو انجام میدم، من میدونم که باید این کارو انجام برم خارج زبانمو بخونم اون کارو کنم. ببین نمیکنه، طرف فقط میگه، طرف فقط ازش حرف میزنه. وقتی که پای عمل پیش میاد میگه بابا من این زندگی روتینمو چیکار کنم، نکنه از دستش بدم، نکنه این شرایطی که دارم رو از دست بدم. میدونی این ترس است. برای همین هر کسی خواهشو نداره آقا، واقعیت هم همینه. شما میری میبینی یکی داره توی شرکتی کار میکنه، بعد 20 سال 30 سال پیش خودت فکر میکنی، حتی اگه ذهنیت خودت هم ذهنیت کارمندی باشه یا میای پیش خودت فکر میکنی چه جوری تونسته تحمل کنه این همه مدت. هستن آقا، هستن کسایی که خواهشو ندارن، تعدادشون خیلی زیاده. دلیل نمیشه که همه دارن یه کاری رو انجام میدن منم انجام بدم. همه یه کار امنی رو پذیرفتن آقا، همه. ببین میگم دیگه، آدمی یعنی همه آدم ها دنبال کارهای راحتن که به بدنشون فشار وارد نشه، دنبال کارهای آسونن که اون منطقه امن، اون شرایط حال حاضر خودشون رو از دست ندن، دنبال اینن. به خاطر همین درصد زیادی از آدم ها کار کارمندی رو پذیرفتن و درصد کمی هن که میزنن به تیپ و تاپ به خودشون که آقا من میخوام خودم واسه خودم کار کنم، حالا چه تو اون حوزه موفق بشه چه نشه. ما بحث خایه است، بحث موفقیت نیست، بحث خایه است. آقا یکی میره اون شرایطی هم که داره از دست میده واقعا، خب ولی خایه‌شو داره، این بیشتر به درد میخوره تو طولانی مدت. شاید اون لحظه به نظر برسه که آقا این چرا این کاری کرد، کار به اون خوبی داشت، شرایطش به اون خوبی بود، داشت کار میکرد، کسی همه میشناختنش، کسی با کارش کاری نداشت، کسی اذیتش نمیکرد، همه چیش داشت خوب میرفت جلو، یهو زد خودشو به گا داد، اومد بیرون از شرکت یا از هر جایی که داره کار میکنه، رفت واسه خودش کار زد، دید توش نمیتونه. ببین اون اول رو نگاه میکنی، اولا این آدم یه مزیت خیلی خوبی که داره اینه که خایه داره، این خیلی مهمه. حالا بحث اینه که آقا این طرف که خایه داره توی طولانی مدت آیا جواب میده، آیا اون دیگه برمیگرده به استمرار و نترسیدن از شکست. آقا دوباره اب نداره، دوباره من میدونم اصلا باید به شکست بخورم، من اصلا اومدم که شکست بخورم،
این ذهنیت هست. ماها شرایط رو میبینیم هرس میخوریم، شرایط بد رو میبینیم هرس میخوریم. برای اینکه دوباره هرس نخوریم دیگه ریسک نمیکنیم. ببین اگه تو تعداد شکستات هر چقدر بالاتر بره، اون نشون میده که آقا تو چقدر موفقی. یعنی میزان شکستات خیلی رابطه مستقیم با میزان موفقیتت داره، یعنی میزان بزرگ بودن موفقیتت داره. میدونی؟ پس خیلیا کل حالا پادکستی که الان دارم ضبط میکنم موضوعش این توی جمله خلاصه میشه. خیلیا میدونن چی کار کنن ولی خواهشو ندارن. واقعا همینه. اومدیم ما وقت ما رو خوردن، بابا ما میتونستم برم بیرون کار کنم، میتونستم فلان کار کنم. ببین همون لحظه هم باز خواهشو نداره. من دیگه از سنم گذشته، من دیگه بابا پیر شدم فلان دیگه، بابا اون چیز جوونی رو ندارم. کسچر نگو بابا، کسچر مف نگو. بلند شو، هر چند سالته بلند شو. ما تش مرگ، ما کلا 100 سال زنده ایم کسخل. ما کلا 100 سال زنده ایم. تو این 100 سال چه ببری، چه ببازی، چه بمیری، چه دستت قطع شه، تهش زیر خاکی. چه با کیفیت کریستیانو رونالدو زندگی کنی، چه با کیفیت کارتون خوابا زندگی کنی، تهش زیر خاکی. آقا هرس چیو میخوری؟ بلند شو. آسیب دیدی به درک، بذار موفق بشی. تو یه بار بیشتر زنده نیستی. آقا چندین میلیارد سال از دوره جهان هستی میگذره، تو که چوسه زنده اینقدر داری واسه چه هرس میخوری؟ میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که آقا یه ذره خایه داشته باشید، نه ترسید از دست دادن. از دست دادن نترسید. خیلی مهمه ها. نظرم همینه آقا. تلاشو که میکنیم آقا، ما تلاشگریم. فقط بحث نترسیدنه. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. به امید دیدار.